میدونستین یه زن تونست باعث یه رقص مرگبار بشه؟ بعضی اتفاقات تاریخ اونقدر عجیبن که تا امروز دلیلی براشون پیدا نمیشه. تصور کنید تو یه روز تو سال 1518 تو یکی از شهرهای فرانسه یه زن بی اختیار شروع میکنه به رقصیدن. اون زن بی‌وقفه میرقصید و عجیب ترین که آدمای دیگه هم یکی یکی بهش ملحق میشد. در عرض چند روز صدها نفر تو خیابونای شهر مشغول رقصی بی‌پایان بودن، روز و شب بدون توقف، تا جایی که بعضی از اونا از خستگی، تشنگی یا حتی از ایست قلبی جونشون رو از دست دادن. پزشکای اون موقع فکر میکردن که این فقط یه تب عجیبه. به خاطر همین برای اونا موسیقی زدن، چون فکر میکردن که با این کار اونا قراره که درمان بشن. و تا ماه بعد این رقص ادامه داشت و صدها نفر به خاطر این رقص جونشون رو از دست دادن. و طبق بعضی از روایت‌ها اونهایی که هنوز در حال رقصیدن بودن رو به کوه بردن و اونجا تا آخرین نفس رقصیدن. اما سوال هنوز پابرجاست. چی باعث شد صدها نفر بی اختیار شروع بکنن به رقصیدن؟ بعضیا میگن قارچایی که توی نونهای اون زمان بوده باعث توهم جمعی شده بوده و بعضیا معتقدن که یه جنون مذهبی یا طلسم شیطانی بوده و عده‌ای هم باور دارن که انسان زیر فشار، فقر و ترس خودش به رقص مرگ پناه میبره. طاعون رقص یکی از مرموزترین رویدادهای تاریخ بشر که تا امروز هنوز هیچ کس دقیق نمیدونه که دلیل واقعیش چی بوده. اگه از این سبک داستان خوشتون میاد حتما پیج ما رو دنبال کنید.